زندانی شدن آریانا سعید در امریکا حقیقت دارد. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی آریانا سعید در امریکا. آریانا چرا دیگر آهنگ جدید برای دوزاران و طرفداران صدایش نشر نکرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان بوده است که با صدای سریلش دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کرد. آریانا سعید تاکنون اظهار نکرده است از کدام ولایت افغانستان است، اما بارها خودش را افغان خطاب کرده است و آهنگهایش در تمامی زبان شیرین افغانی ثبت شده است. آریانا سعید علاقه‌مندان و دوزاران صدایش از تمامی طبقات فرهنگی و نژادی در افغانستان بوده است. وی کنسرت‌های در داخل و خارج از کشور همه ساله برگزار می‌کرد. جدیداً آریانا سعید دیگر به کارهای هنریش مانند قبل ادامه نداده است. وی در امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است و این نهاد آریانا سعید تاکنون فعالیت‌های گسترده در این اثر داشته است. اما معلوم نیست آریانا سعید آیا به واقعیت توسط پلیس امریکایی زندانی شده است یا خیر، ولی دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی برای تمامی علاقه‌مندان و طرفداران صدایش سوال برانگیز است. آریانا در اصل تابعیت انگلستان را دارد ولی در کشور ترکیه زندگی می کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان موفق و سرشناس کشور از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه‌های هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمامی شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.